ترمودینامیک یک فصل هفتم انتروپی. مطالعه و کنگاش در خصوص قانون دوم ترمودینامیک ما را به تعریف یک خاصیت مفید دیگه ترمودینامیکی که اصطلاحاً به نام انتروپی یاد میشه راهنمایی میکنه. برخلاف انرژی، اصطلاح انتروپی در مباحثات روزمره چندان مطرح بحث نیست. کلاوزیوس بر اثر بررسی ها و مطالعات پژوهشی خود نتیجه گیری کرده که نسبت بین تفاضل حرارت و درجه حرارت مطلقه یا DQ/T نشانگر تغییر خاصیت است که همین تغییر خاصیت را او شخصا به نام انتروپی تعریف کرده. انتروپی را قرار معادله DS برابر به DQ/T هم ارائه میکنن. از دید ترمودینامیکی انتروپی یک خاصیت ترمودینامیکی است و مستقل از هر گونه مسیر است و صرفاً تابع حالت آغاز و حالت انجام پروسه می باشه. انتروپی را میشه تابع از خاصیت های ترمودینامیکی مثل فشار، درجه حرارت و غیره که مشخص کننده حالت، وضعیت و شرایط سیستم هست تلقی کرد. میشه انتروپی را از جنس رابطه DS برابر به پارشیل Q نسبت به درجه حرارت مطلقه که ریورسیبل باشه یا رجعی باشه تعریف کرد. در خصوص تولید انتروپی و اینکه انتروپی چگونه تولید میشه مواردی را به شکلی که در صفحه حاضر ارائه شده بحث کرد. اگر یک سایکل که دارای پروسه های غیر رجعی داخلی باشه، پروسه های غیر رجعی داخلی یا internal irreversible process باشه، در او حالت انتگرال سایکلیک انتروپی باید کوچک از صفر باشه یا سایکلیک انتگرال DS کوچک از صفر تلقی شود که در این حالت و وضعیت رابطه شکل انتگرال سایکلیک پارشل Q نسبت به T کوچک از صفر را به خود اختیار میکنه. حالا در موجودیت پروسه های غیر رجعی داخلی میشه نوشت که انتگرال سایکلیک انتروپی برابر است با انتگرال سایکلیک نسبت بین تفاضل حرارت بر درجه حرارت مطلقه به اضافه دلتا SP باید برابر صفر باشه. ای که دلتا SP در اینجا چی نقشه بازی میکنه و افاده است که کدام مفهوم معنا رو میرسانه را در اینجا بحث میکنه. در این رابطه دلتا SP ازدیات انتروپی را یا انتروپی اینکریمنت از اثر پروسه های غیر رجعی داخلی سیستم نشان میده که به نام تولید انتروپی داخلی یا بعضاً اصل افزایش انتروپی یاد میکنن و همواره
اشاره از او مثبت است. در واقع وقتی بحث از تولید انتروپی میشه، ما تمرکز ما روی دلتا اسپی هست که این دلتا اسپی دقیقاً بیانگر تولید انتروپی داخل سیستم‌های ترمودینامیکی یا به نحو چگونگی افزایش انتروپی در سیستم‌های ترمودینامیکی را بیان میکنه. واحد تولید انتروپی یا واحد دلتا اسپی توسط واحد حرارت فی واحد درجه حرارت فی واحد زمان از قبیل بیتی بر رنکین مینیت یا کیلووات رنکین و یا کیلووات درجه کلوین ارائه میشه. بر مبنای تجربیات به عمل آمده، تغییر انتروپی در اثنای یک پروسه غیر رجعی یا ایریورسیبل به اندازه دلتا اسپی بزرگتر از انتگرال تفاضل کیو نسبت به تی هست. در واقع تغییر انتروپی در حالاتی که یک پروسه غیر رجعی اتفاق میفته به اندازه تولید انتروپی که دلتا اسپی است بزرگتر از دلتا اس که انتروپی است اتفاق میفته. به طور کلی ما میفهمیم که انتروپی بزرگ و مساوی به تفاضل کیو نسبت به درجه حرارت مطلقه هست، یا به عبارت دیگه ایره دی اس میتونیم با دلتا اس تعویض کنیم. تفاوت انتروپی بزرگ و مساوی به انتگرال تفاضل کیو نسبت به درجه حرارت مطلقه. یاد ما نره که برای سیستم های مجزا یا آیزولیتد سیستم که در سیستم های مجزا همیشه تفاضل حرارت برابر صفر است یا تفاوت حرارت برابر صفر است، دلتا اس بزرگ یا مساوی به صفر تلقی میشه یا دی اس بزرگ مساوی به صفر حساب میشه. از اون جایی که انتروپی خود یک خاصیت جامع ترمودینامیکی قلمداد میشه، قیمت های انتروپی مخصوصه مشابه به حجم مخصوصه و انتلپی مخصوصه معمولا در جدول های خواص ترمودینامیکی مواد در کتاب های ترمودینامیک، در کتاب های انتقال حرارت و در کتاب های فیزیک حرارت درج شده می باشه. مقدار انتروپی مخصوصا نظر به یک حالت مرجع اختیاری optional datum را میشه از این رابطه حساب کرد، یعنی SY برابر است با SX به اضافه انتگرال از X تا به Y پارشل Q نظر به T و این در حالت است که internal reversible باشه، پروسه رجعی داخلی باشه. در رابطه بالا SY انتروپی مخصوصه در یک حالتی داده شده را نشان میده. انتروپی مخصوصه specific انتروپی در یک حالت داده شده نشان میده. حالت داده شده البته میشه Y باشه و SX قیمت انتروپی مرجع دیتم انتروپی در یک حالت مرجع مشخص شده می باشد. میشه به بیان دیگر بگوییم که حرارت انتقال یا تغییر انتروپی مخصوصه یا به صورت بیان ساده انتروپی مخصوصه یک سیستم در حالت داده شده Y برابر است به انتروپی مرجع در حالت مرجع مشخص شده به اضافه انتگرال از X تا به Y از حالت مرجع تا به حالت داده شده نسبت بین
تفاوت حرارت بر درجه حرارت مطلقه در حالتی که سایکل یا پروسه رجعی داخلی باشه حساب میشه. در ناحیه اشباع یا سچوریشن زون انتروپی مخصوص ماده خالص را با استفاده از کیفیت یا کوالیتی از او مثل روابط انتلپی و حجم مخصوصه میشه به دست آورد. یعنی میشه نوشت که S برابر است به 1 منفی X ضرب در SF به اضافه X SG ای برابر است به SF به اضافه X SFF X SFG و ای برابر است با SG منفی 1 منفی X SFG. در اینجا F نشان دهنده فلوید سیال و G نشان دهنده گاز یا حالت بخار و گاز است. X نشان دهنده کیفیت بخار است. انتروپی مخصوص آب و سرد کننده هایی که معمولا ما در سیستم های ترمودینامیکی مثل رفریجریتر و مثل فریزر از استفاده میکنیم، در ناحیه بخار داغ مثل V و U و H در مقابل درجه حرارت یا فشار درجه جدول های ترمودینامیکی شده است. یعنی هر زمانی که ما نیاز داشته باشیم به که انتروپی مخصوص آب یا احیانا بعضی وقتا فریان یا کربن مونوکساید یا کربن دی اکساید یا آمونیا را ما در ناحیه بخار داغ برای محاسبه و برای طراحی سیستم نیاز داشته باشیم، دقیقاً به جدول ترمودینامیکی مراجعه میکنیم. یک مثال را در همین زمینه تحلیل میکنیم. یک مجموعه پیستون و سلندر، قسمی که در شکل نشان داده شده، حاوی مخلوط مایع بخار آب در 300 درجه کلوین هست. در یک پروسه فشار ثابت یا P مساوی به C مقدار 750 کیلوژول حرارت به آب منتقل میشه و در نتیجه مقداری از مایع در سلندر بخار تبدیل میشه یا تبخیر میگرده. تغییرات انتروپی آب را در این پروسه حساب بکنین. در واقع این مقدار 750 کیلوژول حرارت را که وارد سیستم میشه دقیقاً برابر به میزان حرارت است که به آب انتقال میشه و در نتیجه از یک مقدار از مایع یا آب در داخل سلندر به بخار تبدیل میشه. در همین حالت از ما خواسته شده تا تغییرات انتروپی یا دلتا اس یا دی اس آب را حساب بکنیم. درجه حرارت مطلقه را داریم 300 درجه کلوین و میزان حرارت که وارد سیستم میشه رم برابر 750 کیلوژول داریم. حالا برای حل از این یک فرضیه را در نظر میگیریم. فرض میکنیم که مرزهای سیستم متحمل هیچ نوع پروسه غیر رجعی نمیشه، یعنی هیچ نوع irreversible پروسس متحمل نمیشه. سیستم بسته است، کلوز سیستم است و درجه حرارت طی پروسه ثابت باقی میمونه. چون درجه حرارت ماده خالص در حالت اشباع سچوریشن و تغییر فاز در فشار ثابت میمونه، سیستم پروسه رجعی داخلی درجه حرارت ثابت را متحمل میشه. با این پیش‌فرض حالا میشه تغییرات انتروپی را تحت شرایط درجه حرارت ثابت تحلیل کنیم. البته این پیش‌فرض ها در حد فرضیه های تحلیل مثال حاضر هست. یعنی میتونیم راحت بنویسیم که تفاوت انتروپی سیستم در حالتی که درجه حرارت ثابت است این دقیقاً برابر است به نسبت بین میزان حرارت وارده بر سیستم بر درجه حرارت مطلقه سیستم Q بر T6 یا T سیستم. Q را از خود متن مثال که برابر 750 کیلوژول است
که در رسم هم نشان داده شده میگیریم و تی سیستم هم که 300 درجه کلوین است را در متن مثال داریم استفاده میکنیم. دقیقاً 750 کیلوژول بر 300 درجه کلوین. این را اگر ساده سازی بکنیم 2.5 کیلوژول درجه کلوین. تفاوت انتروپی در حالت که درجه حرارت ثابت است برای ساختار یا این ترکیب سیستم پیستون سلندر ایجاد میشه. دلیل از این که تغییر انتروپی یا دلتا اس در اینجا قیمت مثبت داره و با قیمت مثبت حاصل میشه است که انتقال حرارت به سیستم انجام شده. وقتی انتقال حرارت به سیستم انجام شود دقیقاً تغییر انتروپی با اشاره مثبت اصول میشه. مثال دیگه هم در این زمینه بحث میکنیم. در 0 درجه سانتیگراد انرژی داخلی یک سرد کننده مثلا فریان در نظر بگیریم، فریان آر 134A این برابر 138.43 کیلوژول در کیلوگرم تصور شده یا تلقی شده. در این درجه حرارت داده شده انتروپی مخصوصه یا اسپسیفیک انتروپی را محاسبه کنین. ما تصور ما در این مثالی بوده که در 0 درجه سانتیگراد که شروع یخبندان است، رفریجنت که ما در یا فریزر یا یخچال یا سیستم خنک کننده دیگه استفاده کردیم از مدل فریون آر 134 بوده، انرژی داخلیش چیزی برابر 138.43 کیلوژول بر کیلوگرم داده شده. در همین درجه حرارت 0 درجه سانتیگراد ما انتروپی مخصوصه یا اسپسیفیک انتروپی رو باید محاسبه کنیم. ناگزیر به جداول ترمودینامیکی مراجعه میکنیم. وقتی به جداول ترمودینامیکی مراجعه کنیم دیده میشه که انرژی داخلی در بین دو قیمت انرژی داخلی سیال و انرژی داخلی گاز یا بخار وجود داره که انرژی داخلی سیالش 50.63 کیلوژول در کیلوگرم و انرژی گازش 230.16 کیلوژول در کیلوگرم وجود داره. دیده میشه که سیستم در ناحیه دو فاز یعنی فاز مایع و فاز بخار قرار داره که در این صورت کیفیت بخار یا X را باید محاسبه کنیم. ما میدانیم که انرژی داخلی برابر است به انرژی حالت سیال به اضافه کسر بخار ضرب در تفاضل انرژی داخلی حالت بخار منفی انرژی داخلی حالت سیال. X در یو جی منفی یو اف میشه ساده سازی بکنیم بگیم برابر است با یو منفی یو اف. از اینجا که برای X حل بکنیم برای کسر خشکی یو منفی یو اف بر یو جی منفی یو اف پارامترها را داریم در این وضع میکنیم. X برابر است به قیمت یو را داریم 138.43 منفی یو اف داریم 51.63 بر 230 که یو جی هست 16 منفی 51.63 که یو اف است. این برابر میشه به 0.5 وقتی را ضرب 100 کنیم میشه 50%. حالا با دریافت قیمت‌های SF انتروپی سیال و انتروپی گاز SG در عین درجه حرارت از جدول استفاده میکنه و با داشت قیمت X که قبلا محاسبه شد قیمت S را میشه محاسبه بکنیم. یعنی SF از جدول وقتی بگیریم 0.2049 کیلوژول در کیلوگرم درجه کلوین است. SG 0.9319 کیلوژول در کیلوگرم درجه کلوین است. انتروپی دقیقاً برابر است به 1 منفی کسر خشکی بخار ضرب در انتروپی حالت سیال به اضافه کسر خشکی بخار ضرب در انتروپی حالت گاز.
در اینجا S برابر میشه با 0.5 ضرب در 0.2043 به اضافه 0.5 ضرب در 0.93139. کسر خشکی را قبلا در بخش اولیه همین مثال حل کردیم. این اگه محاسبه بکنیم انتروپی مجموعی برابر است به 0.5580 کیلوژول بر کیلوگرم درجه کلوین. ساختار نشان داده شده که در اینجا نشان داده شده و در واقع یک سیستم ترمودینامیکی است را ببینین و بگوین که کدام سیستم ترمودینامیکی را نشان میده، معرف کدام نوع سیستم ترمودینامیکی هست. در این سیستم یک کاندنسر شامل است، یک وال انبساطی شامل است، یک کمپرسور شامل است و یک ایوپراتور یا تبخیرساز شامل است. درجات حرارت و فشار هم داده شده. باور شما چیست؟ این سیستم چی را نشان میده؟ در قسمت بعدی با توجه به می سیستم نشان داده شده و ساختار نشان داده شده، فرض کنین که یک رفریجرنت یا سرد کننده فریان RX34A در اینجا استفاده شده و این سرد کننده با نرخ 0.018 کیلوگرم در ثانیه به کاندنسر وارد میشه. اگر کمپرسور شامل همی ساختار چیز حدود 1.2 کیلووات انرژی را به مصرف برسانه، کوفیشنت آف پرفورمنس ضریب عمل کرد همی ساختار محاسبه بکنیم. پارامترهای مشخصی که اینجا شما دارین فشار است، درجه حرارت است، کسر خشکی هست و در متن خود مثال ما نرخ را داریم یا ریت را داریم که به واسطه از ریت سرد کننده جریان میکنه داخل خود ساختار که او 0.018 کیلوگرم در ثانیه هست و میزان توان یا انرژی که کمپرسور را مصرف میکنه را هم داریم که 1.2 کیلووات است. از ما COP یا کوفیشنت آف پرفورمنس خواسته. این دو مورد را، یکی که ساختار چی هست یا این سیستم چی هست و یکی چطور COP را بر از این ماها محاسبه بکنیم، را به شکل کار گروهی با دوستان و همصنفانتان مشوره، بحث و بررسی و جدل بکنیم. بدرود تا دیدار دیگر.